رفتار. ما دو نوع رفتار داریم، رفتار مطلوب و رفتار نامطلوب. این رفتار مطلوب و نامطلوب دو تا طبقه بندی هم داره، رفتار مجاز، رفتار غیر مجاز. ما توی ارتباطاتمون باید متوجه این رفتار نامطلوب، رفتار مطلوب، رفتار مجاز، رفتار غیر مجاز باشیم. یه سری رفتارها مطلوبند اما غیر مجازند. یه سری رفتارها نامطلوبند اما مجازند. ما باید بتونیم اینا رو تفکیک بکنیم و متوجهش باشیم. این شکلی ارتباطات اجتماعی بهتری هم خواهیم داشت. رفتار نامطلوب اما مجاز در محیط کاری چیه؟ اینه که من نظارت ارزیابی کنم، شما رو بخوام بگم برادر من، خواهر من، برای چی فلان کار نکردی؟ تنبیهت میکنم. خب این رفتار نامطلوبه اما مجازه. اما یه کسی که این طبقه بندی ها رو و این رفتارهای مجاز، غیر مجاز، مطلوب، نامطلوب